یه فال قشنگ میگیرم برای خانم زیبا. نه مرسی. اسم تو بگو. اگه راست گفتم یه هدیه بهم میدی. فال نمیخوام، فالم اینا اینجا. بیایید 33 پل را از نگاهی متفاوت ببینیم. این پل تنها در عرض 3 سال ساخته شده و تا امروز 400 ساله که داره ازش استفاده میشه و حتی قبل از ساخت پل‌های جدید بر روی زاینده رود ماشین‌ها هم از روی این پل ارزشمند تاریخی عبور می‌کردند. 33 پل 298 متر طول داره و در عریض‌ترین نقطه از زاینده رود در داخل شهر اصفهان سیوسه پل یا پل اللهوردی خان پلی است با 33 دهانه، 295 متر طول و 14 متر عرض که توسط اللهوردی خان بر روی زاینده رود در شهر اصفهان و همزمان با حکومت شاه عباس صفوی ساخته شده و محل برگزاری مراسم جشن آب پاشان و همچنین مراسم خواجشویان ارامنه اصفهان در دوره صفوی.33孔橋。